روزهای پنجم ششم مای در منطقه‌های علایده دومنکو و کوهی نویه توبه مرکز و ولایت ختلان و سوخت سر زدن ظهورات سیل دارای خصوصیت محلی در نظر داشته شده است. بنا به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی روز پنجم مای در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا ابرناک شده. در بعضی ناحیه‌های غربی ولایت باران کوتاه مدت می‌بارد. در منطقه‌های شرقی ولایت هوا اساساً به بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 5 درجه گرم، روزانه 10-15 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا تغییر یابنده شده. در وادی اساساً به بارش در نظر است. در ناحیه‌های دومنکو و کوهی باران کوتاه مدت می‌بارد. رعد و برق به عمل آمده. در عقبه‌ها تمان می‌فراید. شمال از سمت شرق به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوا تغییر یابنده شده. در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت می‌بارد. رعد و برق به عمل می‌آید. شمال از سمت شرق به صورت 4-9 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم. در دامنکوها شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت می‌بارد. رعد و برق به عمل آمده. در عقبه‌ها تمان می‌فراید. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی‌ها شبانه 9-14 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. بارش سست باران و رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا شبانه 13-15 درجه و روزانه 25-27 درجه گرم می شود.